خیلی دنیا رو جدی نگیرید بچه. دنیا خیلی جدی نیست، زندگی خیلی جدی نیست، این جلوها هیچ خبری نیست. خیلی عجله نکنید خودتون رو به این جلوها برسونید. یه خیلی عجله کنید زودتر میفهمید که اینجا خبری نیست. در آن و در حال زندگی کن. سعی کن از زندگیت لذت ببری. اگه درس میخونی سعی کن از درس خوندن لذت ببری. اگه کار میکنی سعی کن از کار کردنت لذت ببری. اگر هر کاری رو انجام میدی سعی کن امروزت رو به بهترین نحو ببری جلو. آینده دست من و تو نیست. درسته تلاش مهمه، خیلی چیزها مهمه. آخر خط که میرسی میبینی که کاش همون روزایی که داشتم استرس میکشیدم برای آیندم قدر همون روزا رو میدونستم. چون روزهای ما خیلی سریع داره میگذره و ما هممون داریم الان روزامون رو به گند میکشیم، خرابش میکنیم که آینده بهتری داشته باشیم. یعنی چی؟ شما الان در اوج جوانی هستی، در اوج نشاط هستی، الان از زندگیت لذت ببر. شما دنیا هم مال جمع کنی وقتی 60 سالت شد، 70 سالت شد دیگه به دردت نمیخوره. میخوای برای چی استفاده کنی؟ پس قدر زندگیتون رو بدونید، قدر الانتون رو بدونید. حتی درس خوندنتون هم برای لذت باشه. با نشاط درس بخونید، با افسردگی درس نخونید. حتی هر کاری رو میخواید انجام بدید با نشاط انجام بدید. اون وقت ببینید زندگی براتون شیرین. اگه از من یک توصیه میخواید اینه: قدر جوانیتون رو بدونید و توکلتون هم به خدا باشه. شما زندگی تو ازش لذت ببر، به خدا هم توکل کن، بگو خدایا امید خودت، آینده از آن توست، آینده منم رو درست کن. میگه ولسوف یؤتیک ربک فترضی. میگه خدا اینقدر بهت میده که راضی میشی. پس خیلی ناراحت آینده نباشید، خیلی آینده رو جدی نگیرید. کسی که تا اینجا شما رو رسونده مطمئن باشید تا آخرم میرسونه.